خب امروز رسیدیم به جلسه سوم از داستان یا از سیمای فاطمه زهرا رضی الله عنها، سیده نساء اهل جنه. شاید در تاریخ کمتر زنی رو مشاهده کرده باشید که بتونه تمام فضایل رو از صبر و تقوا و از رنج و سختی مثل فاطمه پشت سر گذاشته باشه، دختر رسول خدا. ایشون از همون روزهای اول ازدواجش خب تمام کارهای خونه رو باید انجام میداد، کارهایی که طاقت فرسا بود. بالاخره در اون طبق اون زمان بعد بالاخره آرد میکرد، مثلا گندم یا جو رو خمیر میکرد، این رو میپخت، میرفت آب میآوردن و بالاخره شرایط سختی که از تهیه غذا و موارد دیگه بود. و خب حضرت علی هم که به عنوان یکی از یاران رسول خدا و یک مجاهد صدر اول جهان اسلام شناخته میشه و از نسل پیامبر، خب ایشون هم توانایی نداشت که بتونه خدمتکاری رو استخدام کنه، کمک کنه بگیره که تا برای همسرش کاری رو انجام بده. سر همین ایشون به مادر خودش فاطمه بنت اسد سفارش میکرد که مادر شما با توجه به اینکه ما نداریم بالاخره خدمتکاری فلان، بتونید کمک کنید با دختر رسول خدا صلی الله علیه وسلم، با همسر من، با عروستون تو کارهای خونه باشه کمی مشارکت بکنید تا فشار کار زندگی برایشون سبک بشه. و حضرت علی میدید سختی رنج رو بر فاطمه که بالاخره از اون ور سخته، از اون ور خب حضرت علی هم براش سخت بود، خب بالاخره آب بد می آورد و این مشکلات زندگی هست. کسی وقتی که از نظر دارایی کمتر باشه، تا اینکه بالاخره مقداری از غنایم جنگی بالاخره نصیب حضرت علی هم شد در یکی از جنگ ها و فرصتی بود که بالاخره هم ببخشید مقداری از غنایم جنگی و اسرا به دست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از این جنگ ها افتاده بود. حضرت علی به حضرت فاطمه گفتش که نگاه کن، من خسته شدم، بس میرم آب دارم میارم از چاه و میارم طوری که دیگه این اشتکی تو صدری، یعنی سینم دیگه درد میکنه و ناراحتم، و برو پیش پدرت حضرت محمد و بگو که اگه میشه یکی از همین بالاخره زنهایی که اینجا به اسارت گرفت شده در جنگ اینها، اینو به ما بده که تا برای ما خدمت بکنه. حضرت فاطمه میگه که انا والله لقد طحنت حتی اثر ذلك فی یدی، من اینقدر خمیر کردم و بالاخره آرد کردم که دیگه آثار اون رو دست من مشخصه و پینه زده. سپس حضرت فاطمه پیش پیامبر میره، پیامبر میگه که چی شده اومدی اینجا، نیازت چیه دخترکم؟ حضرت فاطمه میگه هیچی، اومدم فقط به شما سلام بکنم، و خجالت میکشه چیزی پیامبر بگه و حرفی نمیزنه و برمیگرده. حضرت علی رو فاطمه میگه چیکار کردی؟ میگه من خجالت کشیدم چیزی بگم، همین سبب برگشتم. خب دوباره حضرت علی و فاطمه بلند شدن و در حالی که خب از اون ور مردد بودن، از اون ور خب تحت تاثیر اون حیا و اون هیبت ایمانی و مواردی که بود، اومدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از حالت خودشون شکایت کردن، شرایط زندگیشون، سختیشون. حضرت علی از اینکه بالاخره میگه من دارم آب از چاه میکشم میارم برای خونه، فاصله زیاده، سخته برام، از اون حضرت فاطمه اینجوری داره آرد میکنه، خمیر میکنه، دستاش خسته شده کار زندگی اینها، که اگر میشه به ما یک خدمتکاری چیزی بدیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو به حضرت فاطمه و حضرت علی کرد، گفت والله لا اعطیکما، قسم به الله من به شما کسی هدیه نخواهم داد، چیزی نخواهم داد. و عدوا اهل الصف و تطوی بطونهم، من بخوام که مثلا به شما هدیه بدم کارتون راه بیفته، در حالی که اهل صفه اینجا هستن در مسجد، یعنی گرسنگانی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در مسجد زندگی میکردن، در حالی که از گرسنگی دارن اینها به خودشون میپیچن، از شکمشون درد میکنه، یعنی اینقدر گرسنن به خودشون میپیچن، من چیزی ندارم به اینا انفاق بکنم و این تعدادی که میبینید از اسرا اینا هست، اینها رو من خواهم فروخت، بالاخره فدیه چیزی میگیرم، با پول اینها میخوام که شکم اینها رو سیر بکنم. در هر صورت حضرت علی و حضرت فاطمه برگشتن. حالا تصور بکنید این صحنه‌های ایمانی و این لحظات پاک عدالت رو از نگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد دخترش، پاره جگرش، در مورد حضرت علی، اصلا این تصاویر رو حالا به حالت خودمون نگاه بکنیم که چگونه خانواده‌های پدران یا مادرانی دست به هر حلال و حرامی میزنن تا فرزندانشون در ناز و نعمت و گناه باشن، یا اگر کسی در یک پست و موقعیتی قرار گرفته، این آقازاده هایی که میبینید پدید آوردند و خانم زاده ها، فقط یک لحظه این تصاویر و صحنه ها رو داشته باشید. در هر صورت میگه اونها برگشتن
تا اینکه یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفت به دیدنشون. اونها بالاخره یک قطیفه، یک لاحافتی، چی میگم یک شالی بشه یا ملافه، یه چیزی رو خودشون انداخته بودن. میگه وقتی سرشون رو میپوشوندن پاهاشون لخ میشد، پاهاشون میپوشوندن سرشون لخ میشد. و اینا از اینکه پیامبر دیدن اینجوری مونده بودن چیکار بکنن. پیامبر گفت نه، سر جاتون باشید، راحت باشید، مکانکما، من مشکلی نیستش، اما بیاین به شما یک میخوام بشارت بدم. الا اخبرکما بخیر ما سألتمانی. خب شما آمدید از من کسی خواستید خدمتکاری بهتون بدم، منم گفتم بهتون نمیدم، شرایط زندگیتون هم درک میکنم، اما میخوایم به شما خبر به چیزی بدم که براتون بهتر از اون چه بود که شما از من طلبیدید. حضرت فاطمه حضرت علی گفتن بله یا رسول الله، هر چی شما بگید. گفت نگاه کنید، کلمات علمنیهن جبرئیل. یه سری کلماتی هست، جملاتی هست که جبرئیل من یاد داده، شما اونها رو یاد بکنید. تسبحان الله فی دبر کل صلات عشرا. بعد از هر نمازی، که این گفتم بعد از نماز مکتوبه هست، نماز فرض هست، 10 بار سبحان الله بگید. و تحمدان عشرا، 10 بار حمد خدا رو بگید. و تکبران عشرا، 10 بار الله اکبر بگید. 10 بار الحمدلله بگید، 10 بار الله اکبر بگید. و اذا اویتما الی فراشکما. و وقتی هم که خواستید بخوابید، بالاخره خستگی زندگی هست، ببینید با یاد خدا این رنج ها و خستگی ها رو فراموش بکنید. یاد خدا به شما این فرصت میده که بدونید که این زندگی دنیا محل عبور هست، محل رفاه و آسایش نیست. خدا به ماها رحم بکنه. وقتی که رفتید در بسترتون بخوابید، حالا تسبحان ثلاثا و ثلاثین، 33 بار سبحان الله بگید. و تحمدان ثلاثا و ثلاثین، باز هم 33 بار الحمدلله بگید. و تکبران ثلاثا و ثلاثین، و 33 بار هم تکبیر بگین. این حدیث رو امام بخاری نقل کرده که من عین این حدیث رو براتون اینجا چیکار کردم؟ بیان کردم و خوندم. حضرت فاطمه و حضرت علی رضی الله عنهما قانع شدن، پذیرفتن و از این کلمات مبارک ربانی و آسمانی که خداوند به اونها داده بود و بهره‌مند شدن و تا پایان زندگیشون از این بهره‌مند بودن، از این خیر و رحمتی که مطرح میشه. این نکته رو هم یادآوری کنم، وقتی که سخن از ذکر سبحان الله، سبحان الله، این یاد الله رب العالمین هست، تسبیح الله هست. وقتی میگید الحمدلله، الحمدلله یا الله اکبر، الله اکبر، این لغلغی زبان نیست، این یک احساس، یک شعور، یک یادآوری از الله خالق آسمان و زمین، اللهی که رب من شما هست، اللهی که ما به سوی اون برخواهیم گشت، اللهی که بهترین نعمتها رو برای ما در دنیا و آخرت قرار داده. پس تکرار این الفاظ لغلغی زبان و اینی که برخی میگه سبحان الله نیست. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمدلله، همین به همین صورت. این ذکر این گونه هست، با اندکی تأمل، دقت در معناش. این رو خوب دقت بکنیم که نکته برای ما خیلی مهمه. اینجاست که تأثیر روحی داره. وقتی علی و فاطمه میگفتن سبحان الله، الله رو تسبیح میگفتن، اونها حس میکردن محبت الله رو. و این 10 بار که اشاره میکردن بعد از نماز یا 33 بار در هنگام خواب، تمام این رو در وجود خودشون حس میکردن. هرچند که در روایتی دیگه هست که 33 بار بعد از نماز مکتوبه به فرض هست، اما در هر صورت اون چه که اینجا وجود داره این حس هست. وقتی گفته میشه الحمدلله، حمد و ثنا همه چی مال الله هست. ما بشر کجا هستیم؟ وقتی گفته میشه الله اکبر، الله از هر چیزی بزرگ و بزرگتر و برتر و توانمندتر و قدرتمندتر. این حالاتی است که باید داشته باشیم. اما حضرت فاطمه زاهد بود، دارای ورع ویژه بود. ابی نعیم در کتاب خودش نقل میکنه، در کتاب حلیة الزهرا میگه ایشون اهل عبادت و جز برگزیدگانی بود که جز اهل تقوا بود حضرت فاطمه، چرا که ایشون نسبت به دنیا و متاع دنیا بی توجه بود و نسبت به اون آفتهایی که در دنیا وجود داره و عیوب دنیا چشمهای خودش رو بسته بود، برخلاف برخی که فکر میکنن حضرت فاطمه فقط به دنبال دنیا بود. در زندگی حضرت فاطمه رضی الله عنها ما میبینیم نکات سراسر از برکت و نور که اشاره به زهد و ورع و تقوا و خوف ایشون از خدا داره. امام ذهبی حتی به
به یک قصه ای اشاره میکنه که خیلی جالب هست. میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه روز بر حضرت فاطمه وارد شد و حضرت فاطمه بالاخره یک گردنبندی از طلا بر گردنش داشت. بعد از پیامبر گفت این چیه؟ گفت این رو ابوالحسن یعنی حضرت علی همسرم به من هدیه داده. بعد پیامبر گفت آیا خوشحال میشی یا فاطمه تو ای سرک ان یقول الناس هذه فاطمه بنت محمد و فی یدها سلسله من النار؟ آیا خوشحال میشی که مردم این رو ببینن تو رو با این وضعیت و طلاهایی که مثلا سر گردن داری، بعد بگن این فاطمه دختر محمده ها، در حالی که در دستش سلسله هایی از آتش جهنم داره؟ و پیامبر برگشت میگه بلافاصله حضرت فاطمه این طلاها جواهراتی که داشت فروخت و یک غلامی رو خرید و اون غلام رو هم در راه خدا آزاد کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الحمدلله الذی نجا فاطمه من النار، شکر خدا که خداوند فاطمه رو از آتش جهنم نجات داد. خب تا همینجا کافیه، تا جلسه بعد که ادامه داستان سیمای فاطمه رضی الله عنها رو براتون با هم بخونیم و تکرار میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.